بچه‌ها سلام، حالتون خوبه؟ آروم صحبت میکنم. من با حسین یه برنامه چیدیم، بقیه رو سر کار بذاریم. من و عاطفه جلو اومدیم اینجا. به حسین به مهدی هم گفتم پایینه داره میاد بالا، خانمم هم اون بره داره لباس عوض میکنه. فقط من و حسین و همراه حسین که سورپرایزه میدونن چیه. تا آخر ویدیو رو ببینید، حمایتم یادتون نره. آتی حاضر نشدی؟ بابی من دوربین و اینا رو برداشتم. خب بعد کرین و اینا رو اوکی برداشتم. میکنه، حالا وقت زیاد است. فعلا حسین زنگ زده یه مشکلی براش پیش اومده، داره میاد اینجا. چه مشکلی؟ الان فیلم برداری نمی‌مونی. بابا تو چی کار داری؟ خیلی واجبه. بابا چی بگم؟ حتما واجبه دیگه. من به مهدی هم گفتم. فیلم برداری بعد کنسل شد. میگم کار حسین، مشکل حسین الان واجبه دیگه. الان مهدی هم من پایینه گفتم بیا. مهدی بیا دیگه بابا. حسین بیا دیگه. من میگم حسین زنگ زده درس من اومدم خانمم برداشتم بوده میام اینجا. مامانم یه چی شده اینجوری زنگ میزنن؟ آقا حسین به من زنگ زد گفت یه اتفاقی براش افتاده داره میاد اینجا. توضیح نداد، گفت میام هول هولکی داشتم میزد. من انگاری داشتم دنبالش میکردم. به خدا همچین وضعیتی بود. گفت من دارم میام خونه مهدی. نه گفتم چرا و اینا. گفت نمیتونم توضیح بدم، فقط به مهدی بگو من دارم میام. فیلم برداری و اینا هم کنسله دیگه. الان داشت دوربین من بود. دوربین و اینا رو آوردم. فعلا کنسله. بذار مشکل حسین حل کنیم واجب. الان میاد میرسه دیگه داداش. فقط عجله نکنید. استوریاتون رو میزدید توی این مدت. استوری میزدی؟ من میگم حسین داشت میمرد، اینقدر استرس تو حرفاش بود. بذار من ببینم نیومدن اینا. بهش گفته که فیلم برداری داریم میریم. حسینم کل شب. سلام خوب هستی؟ آروم. چی شده؟ بله اومدی. برو بشین اینجا حالا فعلا خوبی بشین اینجا. عزیزم؟ معرفی نمی‌کنه؟ بذار نفسم بالا بیاد. بیارم بدم بریم. چی شده؟ چی شده حسین؟ حرف بزن ببین. چی شد؟ چیزی نیست. سیله. من اون همه با استرس با من صحبت که به قرآن داشتم میمردم. نمیدونم خودم چه جوری. همون جوریه داداش. یعنی چی همونجوری؟ بگو خب. تو میدونی من چند نه به من گفت فقط برسون خودت تو خونه مهدی اینا. آقا من ریحانه رو از خونه‌شون آوردم. ایشون ریحانه خانومه؟ ریحانه خانم هستن. خب بیا این ذره نزدیک بشینیم ببینم. پدر مادرش اوکی نبودن ما با هم باشیم. من رفتم جلوی درشون و خلاصه سوار ماشین شدیم و اومدیم. خب یعنی خب سوار ماشین شدیم یعنی چی؟ خب همین دیگه. الان چند وقت می‌خوایم بمونیم اینجا تا ببینیم چه اتفاقی میفته. نمیتونم الان ببرمش جایی یا نمیدونم. تو دختر مردم فراری دادی؟ دختر مردم نیست. خب با همیم. خب من دوستش دارم، میخوایم با هم باشیم ولی خب اجازه نمیدادن. داداش هر چیزی اصولی داره. و اصولش همینه، وقتی اجازه نمیدن خب همین کارو میکنم. من از تو یه خواهش دارم دیگه. واسه چی اومدم بیریم؟ این همه جا اومدم اینجا یه چند وقت بمونم اینجا، یه 3-4 ماه بمونم. یه حرکتی میزنم. باشه اجازه میدیم بمونی، ولی خب مامان تو صحبت می‌کردی، بابات صحبت کردی، الان پشت سر شما 10 نفر دیگه نیان جلو در ما. هیچکی نمیاد. آدرس اینجا رو ندارن؟ چقدر کله چرا این کارو شقه. کردیم؟ شناسنامه‌شو برداشتی؟ بله. تا کی می‌خوای نگهش داری؟ نمیدونم 4 ماه، 1 سال، 10 سال اینجا خونه بالاخره یه چیزی میشه خودته. دیگه. باید اذن پدر باشه شما عقد کنی. دیوونه کی تو این دور زمان دختر فرار میده؟ چرا این آبجی کارو وقتی کردی؟ نمیذارن باید چیکار کنم؟ خب میگفتی ببین، مشکلش نمیخوام. چیه؟ ریحانه مشکل پدر مادر چیه؟ نمیخوان. خب دوست ندارن. اونا میگن خب حسین شاید نه. شغلته، شاید نمیدونم. بابا خب به نه، خاطر هیچی سن هیچی خونه. شما یه چیزی نمیخوای بگی؟ شاید سربازی بابا بره خدا اینجوری نگی. ما با همین جوریش به زور اومدیم. بابا خب استرس داریم. دیوونه حالمون شما دو تا خوب نیست. بچه‌ای که اصلا فکر فردا رو نکردین. یعنی چی؟ همین با هم بریم فرار کنیم. پس آیندهتون، زندگیتون چی ببین. پدر مادراتون؟ زنگ بزن به بابا. آینده نه بابای من. خب آره بذار نه رسمی چند کنه. بابا. دوست دارید هم دیگه. نه چند ماه بمونیم بعد. خب حسین احساس نمی‌کنی این راهش نیست؟ چند آخه ماه بمونیم بعد که همه ازتون متنفر میشن. نمیشن داداش نمیشن. خب چرا من متوجه؟ خب مشکلشون چیه؟ ما بریم صحبت کنیم. ما مشکلشون اینه که آقا دوست نداره. میگه که حسین نه. زنگ بزن به مهدی. خب بالاخره وقتی میگه نه من اصلا داره. خوب میشه دیگه. چرا چرا شاید نه؟ یه رفتاری داری هیچ دوست جان. ندارم. من شما منو میشناسید دیگه. من رفتار بدی دارم. آقا ما نه تو بزرگتر از چشم خودم داماد بی‌احترامی نمی‌بینیم میکنم. که. مامان بابای تو رو نمیخوان؟
چرا؟ خب میخوان چرا چرت داری میگی برن صحبت کنن تو چرا اینو نمیخواد. برداشتی سر نه اونا نمیخوان. آقا راهش این بود. من این به ذهنم رسید. نیستی این به ذهنم رسید. الان نمیدونم که من خودم الان پر فکر شما کاش با یه سرم. بزرگتری مشورت می‌کردید. اومدم میشه تو یه راهکار بذاره جلو پای من به نظر من این بود که 3-4 ماه بمونم اینجا تا ببینم چه اتفاقی آخه آخرش چی حسین؟ 3-4 ماه نشد به قول مهدی 10 سال یعنی چی؟ هر چیزی راه داره روش داره اجازه بده دو تا بزرگتر برن خونهشون صحبت بکنن بابای مهدی بابای من بابای خودت شاید مشکل اون حل شد همه چی که این شکلی راه نداره که شما آخه هم حرف حسین بچه رو گوش کردی فرار منم کردی. همون خب چیکار کنیم وقتی هیچکس راضی نیست؟ خب عزیزم چرا علت بعد تو نداره. که میگی ننه بابام راضیه چرا بر نداشتی بری خونه ننه بابات؟ خب وقتی ننه بابا این راضی نیستن برم اونجا اونا رو کوچیک کنم یارو میخواد دیگه نه نمیخوام آقا برید بیرون. خب مامان بابا من خب نمیخوام حسین با مامان یه باباش این بچه رو بردار 3 ماه خونه ننه بابای خودت نگه دار اگه واقعا راضی من خودم نمیتونم اونجا تو حسین با یه بار خواستگاری جواب اسکول کردی منو؟ برداشتی دختره رو آقا. فراری داری آه. بچه رو نمیذاری بمونم الان اینجا چرا؟ من میگم خونه خودته ولی تو یه میمونم جا بعد دیگه یه خونه. مدت صحبت میکنیم بالاخره میبینن دیگه من میخوامش وگرنه من مریض نیستم که بردارم بیارم مهدی الکی من میگم بگردم. شر میشه زنگ بزنیم به من مامانش میگم منم به کی راضیم زنگ به بزنی؟ مامانش به به بابا مامانم زنگ بزنی اونو من دارم زنده خاکش من بابا این می‌کنم. کار تو جرمه میفهمی؟ جرم نیست یعنی چه جرم نیست؟ من دوستش دارم جرم چی؟ بابا تو الان جرمه این کاری که تو کردی جرم یعنی دوستش دارم راه مملکت قانون داره آدم ربایی یا به خدا آقا خودش با من اومده خب چه آدم رو خودش وارد اومده. مشکل آها. جایش شما کرد یه خودش چیزایی اومده. ذهنشو بله. چیزی الان فرمود دیگه. آدم ربایی خودش آقا اومده این بخواد نیاد نمیتونه دیگه اینو میگه نمیاد اصلا بیرون وقتی با من اومده یعنی میخواد من ولی مشکل سلام جایی این میدونم که زنگ بزنی به مامان بابات بگی به همچین بابای هست. من آره. بابای من میدونن بابای خب اون بیام مشکله. با ما با هم بیرون بریم صحبت صحبت کن. کنیم با کی صحبت با ننه بابای این نه بابای این میگن نه چند بار رفی گفتن 2 بار میگه نه چقدر برم آقا با 2 بار میگه چقدر برم با 2 بار خواستگاری میشه خب شاید به خدا من اولین بار ندن نمیرم نمیدن دیگه میگه نه میگه نه وقتی پاش توی کفشه میگه نه من راهی نداشتم جز اینکه ریحانه رو بردارم بیارم خب ببین جایی هم همه جز چی اینجا راه داره، نداشتم. منطق اوکی. داره تو- به خدا من راضیشون میکنم تو- بیا بریم با هم صحبت راضی کنیم نمیشن ریحانه راضی بمون نمیشن اینجا راضی 3 ماه 4 ماه بمون اینجا بعد 4 ماه چیکار می‌خوای بعد 4 ماه میبینن دخترشون نیست پیش منه دیگه بالاخره به یه تفاهمی میرسیم مگه میشه همینجوری یارو به دخترشون خدا بکنه؟ خود ریحانه بعدا خطرناک نیست شما پشتم باش من خطرناک نیست پشتتم من اصلا میرم پایین میخوابم از و اینو ورده ببینیم اصلا هم خورده اینا با هم اینجاست من میرم پایین میخوام شما از این شب همینجا بمون من داداش مهدی آخه تو داری میگی این کار آخر عاقبت نداره من آخه میگم نه این فکر میکنه من به خاطر خودم آقای میگم من نمیگم تو نیار نه یا آرش رو من نمیگم من دارم بهت میگم عاقلانه فکر کن نسبت به این قضیه عاقلانش چیه داستان آخرش غمگین میشه این آقا خانواده‌اش پاش گیر میشن تو بلند شدی اومدی اینجا خانواده مهدی چرا پاش گیر میشه یا یعنی چی آخه تو فامیل داره مامان داره بابا داره آخرش پرسو که پیدا میکنم اینجا خودش بپرسید خب خودش بپرسید داداش من پشت خودش راضی الان اومده عاشقه چی هیچ بگه کدوم از اینا واسه من مهم نیست بیان جلو در اصلا داد و بیداد کنن من میگم تهش چی میخواد بشه تهش اینه که میبینن نیست دخترشون پیش بزن. کیه پیش منه به تفاهم میرسه بابا مگه فیلم هندی آخه چی داری میگی چیکار کنم الان این راهش نیست هر چیکار کاری کنم بابا ته همه فراری ها همینه که همین. راضی میشه راضی میشه بله. واسه قانونش اینه راضی نمیشه راضی نمیشه چیکار کنه طرف این همه سفته که دخترشو تو یه نمیگه کاری کردی دیگه این دختر نتونه برگرده خونش این الان میتونه برگرده ولی 8 شب به بعد دیگه تعطیل باید بمونه پیش مامانم من زنگ بزنین جواب ندن دیگه داستانه نمیبرمت که میمونی همینجا شما لباسی چیزی چی بر نداشتیم نه زنگ زدم بیاد جلوی در کارش داشتم سوار ماشین چقدر شدم کار عاقلانه‌ای کردی چقدر کار خوب بابا هر چیز منطق داره یعنی چی زنگ زدم بیا جلوی در فرار کنیم شما هم اگه جای من بودی همین کارو حسین می‌کردی. جان وقتی این قبول عشق و نمی‌کنه- عاشقی رو من قبول دارم درسته همدیگر رو دوست دارین از هم نمیتونید دور بمونید ولی این راه و روشش نیست بعد خود تو هم پشیمون میشه خود ریحانه پشیمون میشه من یه 4 ماه اینجا بمونم بالا من دیدم به خدا مسئله جا نیست اصلا آقا مهدی تو داری نمی‌خوام. میگی ولی باشه خب مسئولیت بعدش داره این حرف تو آقا دیگه گیره دیگه من چیکار کنم میره بندازم بیرون اوکی با این وضعیت تو داری میگی باشه واسه این آقا مسئولیت داره واسه شما هم داره فردا اتفاقی افتاد نگی بابک نگفته من به عنوان بزرگتر دارم میگم راه و روشش رو گوش میکنی بکن نمیکنی که تو الان یعنی اوکی حسین بمونه الان تو می‌خوای یه کاری کنی این نذاره چقدر من دارم واقع بینانه این قضیه رو بهتون میگم واقع بینانش اینه که من الان پناه آوردم اینجا 3 ماه بمونم اینجا آقا برم اوکی تو کاری که پناه که اینجا اصلا خونه خودت خونه منم خونه توه خب نامزد میکردی
اومدین یه مدت با هم نامزد کنیم. من میگم نره، شما میگی بهش میگم نمیذاش. میذاشتن ما اینجا باشه آقا بمونید. خب آقا جان این بریم بحث صحبت نیست کنیم، دیگه. یه 4 تا بزرگ بریم خونه‌شون با پدر مادرش صحبت کنیم ببینیم اصلا علتش چیه نمیخوان اینا با هم ازدواج کنن. علتش هرچیه مهم نیست، بالاخره هیچ قابل حل مرگ نیستش. میگم دیگه هر چیزی راه داره. تمام. اگه خیالت تو اوکی اینا راحته، بمونه. بمون اینجا. راحت مشکل به خیال. قرآن من مشکلی من الان از این فقط یه دونه استرس دارم که کسی دنبالمون نیومده باشه، بقیه‌اش هیچ یادم نیست. من نمیذارم کسی بیاد. بقیه‌اش چی نیست. داداش من تو بروسلی یا خیلی چه حرفی تو داری میزنی؟ خب این یارو فردا دنبالش میشن، پلیس میاد جلوی درتون، کلاندری میاد جلوی درتون. فردین بازی در میاری فردا عاقبت خودت یعنی دامن دیگه حسین ارزش به راه رفتن داره. میام اینجا شکلی نگاه میکنم میگم دور به باور کن نگاه کن. فهمید انگشتم فشار نده. باور کن نگاه کن. قیافش چی می‌بینی؟ تعصب. اشتوری مخفی بود. حال کردی؟ اصلا فهمیدی چی شد؟ آشغالی. اشتوری مخفی بود. اونم نمیدونست. اینم نمیدونه؟ آشغالی. ببین تو پایین بودی داشتی میمدی بالا، عاطفه رفته بود حاضر کنه بر وسیله ها رو برداشت، سریع رفتم دوربینو کاشتم اونجا. قاب عکست از پشتش، پشت قاب عکست. حال کرده خودش. زیبا. خونه خودشون ایسکاش کردیم. اینا می‌خواستم رأیشو بزنم ولی نشده. قبول کرد. دمش کم واقعا. ببین اینجوری لذت کم پیدا میشه. میکروفون اونم دوربین آبم بیننده. گذاشتن جلو من. نکات آموزشی بگو، فیلممون بد چیز نشه. نکات آموزشی دفاع شخصی بگن. نه آقا حسین قراره با ما شوخی کنه و دوربین مخفی بگیره، اذیتمون بکنه. اولین ویدیوش هم همینه. حداقل این جمله‌تو نمیگفتیم، من کارهای بعدیشو باور می‌کردم. الان هر کاری کنم خب به هر حال نه نه بلدم که باورت کنم. حسین حرفه‌ایه. باورت کنه. به هر حال من میگم که این اولین ویدیو چنلشه، ان میخواد آپلود بشه از دوربین مخفیاش. قبلا هم حسین فعالیت داشته تو چنلش. بله حسین آقا یکی از دوستای عزیزمه، خیلی وقت نبود، حالا درگیر کار و اینا بود، دوباره برگشته به تیم، البته ساب تیم ها. لایک و کامنت یادتون نره. من که خیلی دوستتون، خیلی هم خوشبختم از آشنایی با شما. ان که کنار هم بتره کنیم دیگه. ان شاء الله که میتره